از 23 تا 30 ایولی سال روان در شهر باتی بریتانیای کبیر المپیادای بین المللی از فن زبان انگلیسی برگزار گردید که در آن 3 نفر خواننده از مؤسسه های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده جایهای افتخاری را سزاوار گردیدند. غالبان المپیادای مذکور را در فرودگاه بین المللی دوشنبه نزدیکان و پیوندان و مسئولان ساحه صمیمانه استقبال گرفتند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه نورسانی تاجیک را که در المپیادای بین المللی 10 انگل از فن زبان انگلیسی غالبیت به دست آوردند، ضمن بازگشت مسئولین مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادها، آموزگاران، والدین و دیگر پیوندانشان صمیمانه استقبال گرفتند. مورد به ذکر است که در شهر لندن شاهیگری بریتانیای کبیر المپیادای بین المللی 10 انگل از فن زبان انگلیسی برگزار گردید. المپیاد مذکور از روی 3 رویه و 2 نامیناسیون میان خوانندگان صنف‌های 3 تا 11 برگزار کرده می شود. در این المپیاد 30 دولت اشتراک نموده دسته منتخب جمهوری تاجیکستان را 3 نفر خوانندگان از مؤسسه های گوناگون تحصیلات عمومی جمهوری معرفی نمودند. Я Сафар Бажалайхова участвовала в Олимпиаде Тинейгл и получила 3-е место. Фарзандони мо дар онҷо иштирок намуданд ва ҷои намоёнро ишғол карданд. Бисёр ифтихори баланд аст ва боварӣ комил дорем ки дар оянда боз ҳам чунин чорабиниҳо зиёд мегаранд ва боз ҳам иштирок мекунанд ва чунин ҳавасмандгардониҳо нуфузи тоҷикистонро ҷиҳати иштирок ва ҳаракати чунин наврасон боз ҳам зиёд мегаронанд. المپیاد مذکور سطحی میانه بوده همساله در کشورهای گوناگون از جمله شاهیگری بریتانیای کبیر، ایالات متحده آمریکا و مالایزیا برای دوستداران فن زبان انگلیسی دایر کرده می شود. در برابر به دست آوردن جایزه ها نورسان تاجیک در بین همسالان خارجی خود با زباندانی صاحب احترام و اعتراف گردیدند. موفقیت های آنها سطح بلند تحصیل در تاجیکستان را نشان داده برای نسل های آینده زباندان ها نمونه واقعی خواهد بود. یکی از خوانندگان بهترین مؤسسه ما بوده. غیر از آن در المپیادهای جمهوریوی و المپیادهای داخلی شهری و بین‌المللی نیز در دوره‌های پیش اشتراک می‌ورزید و جایهای نمایان را در آنجا اشغال می‌نمود. از دستگیری‌های پیشوای معظم ملت خیلی خوشحالیم که در این سمت به ما آموزگاران، به ما خوانندگان خیلی دستگیری خود را می‌رسانند. باید گفت که شرکت و غالبیت مکتب بچگان تاجیک در آزمون المپیادهای سطح بلند گواهی آن است که امروز معارفجویان کشور در پرتو دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت فعالیت خود را به راه مانده در پیشرفت علم و معارف و تربیت درست نورسان سهم نظر است می‌گذارند. یاسمین النظرزاده، اسدالله قربان، دوشنبه خبر.